یه ذره سرتون رو بیارین بالاتر. ریزش مو خیلی ندارین، شما هم همینطور، هم موی تازه رویده دارین، هم ریزش موهاتون نرماله، مواد مغذی کف سرتون خوبه، سالمه. یه ذره رنگ مشکی که گذاشتین اینیه که مشکی که گذاشتین، آفرین آفرین، خشکی به موهاتون داده. البته جنس موهای فر اصولا خشک هست، درصد خیلی کمی از افراد موهاشون فره و لطیفه. این خود خشکی و دهیدراتگی مو باعث شکنندگی تو خیلی از قسمت ها شده. یعنی شما خورده مو دارین ولی چون فره مشخص نیست، ولی وقتی از حجم میگیری از بالا و نسبت به پایین میبینین که به خاطر این خشکی و رنگ مکرر این اتفاق افتاده. صافیه تا حالا نذاشتین؟ یه بار 3 سال پیش کراتین کردم، یه جا خیلی موهام ریخت و آسیب دید. 3 سال پیش یه جا کراتین کردین موهاتون ریخته آسیب دیده. چرا؟ دلیلش چی بود؟ مواد به کف سرتون زدن؟ آره، چشام خیلی سوخت، اصلا تنگی نفس گرفتم یه لحظه. چشات سوخت، تنگی نفس گرفتی، عالیه. پوست سرم هم اصلا انگار پوسته پوسته شده بود. ای وای من، پس همون دلیل ریزش موهاتون کراتینی که کف سرتون خورده بوده. دختران مواد رو از 1 سانت به ریشه بزنین، به کف سر مشتری نزنین. حالا شانس آوردین که ژن برتر بودی دوباره همش در اومده ولی واقعا مواد به کف سر بخوره ریزش مو شدید میاره. شما به خاطر دهیدراتگی موهاتون بسیار موخوره و شکنندگی هم داری. اتو هم میکنی موهاتونو؟ آفرین آفرین، از هر 2 تا 3 تاش مخار است. آره، بعد موهام بعد از اینکه اتو میکشم خیلی حالت خشک و زبری خیلی بدی، خشک و زبر میشه بعد از اتو. خب به خاطر اینکه شما دارید دائم آب موهاتو تخلیه میکنی، آب کورتکسو، و خب بهش چیزی نرسوندی، تقویتی نرسوندی، به خاطر همین هی مو خشک و خشکتر میشه. نگاه کنی شکنندگی ها رو، موخوره رو. روژان بیا نزدیک، نگاه کنین موها کجا 2 شاخه شده. آره. این از اینجا شکسته. پرزم لای موهاتون هست، احتمالاً برای بالش کش اینا باشه که خود اون پرزم باعث موخوره و شکنندگی میشه. و یه چیز دیگه که من امروز اومدم از در سالن اومدم تو دیدم که تا نشستین روی صندلی به موهاتون تکیه دادین. ببینین استحکاک باعث ایجاد موخوره میشه. وقتی این استحکاک ایجاد میشه، این استابیلیته بین خودتون و صندلی ایجاد میشه، این خودش موخوره ایجاد میکنه. پس خواستیم بشینیم پشت صندلی، پشت فرمون، لطفاً موهاتون رو از 2 طرف بریزین جلو. لطفاً موهاتون رو اتو نکنین زیاد. اگه قرار اتو کنین یه صافی احیا بذارین که باده خالی بگیرین، خب هم مو تقویت میشه، همین که دیگه این آسیبی که اتو به موی مستقیم میزنه رو نداره. اتویی که ما میکنیم روی مواد، رو موی خشک نیست، به خاطر همین خیلی آسیبی به مو نمیزنه، تازه احیا هم میکنه، جذب موادم زیاد میکنه. بریم ببینیم چی میشه.